بچه ما می‌خواستیم یه چیزی رو به شما بگیم. ما میخوایم همیشه بریم. آقا ما خیلی تلاش کردیم، خیلی ویدیو گرفتیم، ویدیومون تو پیجمون هست، کلی شورت گرفتیم. بعد از آمارایی که دیدیم، لایک، ساب، کامنت ها، برای همین فکر کردیم گفتیم شاید بهترین راه این باشه که بریم. برای همیشه. من هیچ کسی ما رو دوست نداره. اونجوری که میخوایم ما رو نمیبینه. از خانواده طرد شدیم. این آخرین ویدیویی است که میتونیم توی خونه های خودمون بگیریم. به نظرم یه فرصت دیگه بهشون بدیم. به نظر چی کار میتونیم براشون انجام بدیم؟ به نظرت بمونیم یا بریم؟ ولی ویدیومون خیلی مختلفن. اما ویدیومون رو بالاخره میخوایم بذاریم. شاید همه چی یهویی عوض شد. یه توضیح به بچه‌ها بده داستان چی هستن. بچه ما وسط ادیتیم ساعت 1 شب، چون زمان کم آوردیم به من 40 و خورده ثانیه شد، 1 دقیقه نشد. چون این برسه به پست مجبور بودیم چیکار کنیم؟ هم دیگه میبینین رو بشه داد کنیم. سلامتی اون یه نفری که همیشه سیم میزنه.